دروغ در سه حالت برای مسلمان اجازه است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، در آغازی پخش مستقیم یوتیوبی همه بینندگان عزیز گرامی رو از درگاه الهی برایشون خیر و برکت و عزت و سعادتی دائمی و ابدی با دعا تمنا میکنم. سوالای زیادی در موضوعهای گوناگون وارد شدگی هست. خب حالا از این سوالهای یا که موضوعی پیشنهاد شده، من فکر میکنم که فعلا همین دروغ و غیبت رو انتخاب کنیم، چرا که بعضی از جوانان و افراد جامعه از این معصیت و از این گناه و از این حرام یعنی میبینیم گاهو حذر ندارن، پرهیز ندارن، حالا که یکی دروغ، یکی غیبت، یکی از حرام ترین و دهشتناکترین و نکوم کننده ترین خصلت هایی هست که این صاحبش رو در دنیا و در آخرت به برکت و سرسان و سرگردان و آواره و پشیمان میکند، چی دروغ باشد چی غیبت. حالا دروغ رو پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یا که دروغگو رو پیامبر علیه و سلام به مانندی یعنی مسلمان نمیشمارد، چرا که در یک حدیثی صحیحه صحابیه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میپرسند که مؤمن خسیس میشود؟ میگه ده میشود، خصلت انسانی است، خسیس است، یعنی کم دست یا اینکه بخیر، مادامی که زکاتش میدهد، فطر روزهش میدهد، قربانیش میکند، اولا که دیگر خسیسی میکند و خیر و سخاوتی از این بیرون نمیکند، مشکلی نیست. ولی گفتند که مؤمن یا مسلمان یعنی ترسونچک یا شرمگین می شود؟ گفتند می شود. پس باز در دوام سوال کردند که مؤمن یا مسلمان دروغگو می شود؟ گفتند که نه، مسلمان دروغگو نمی شود. چرا؟ و خاطری که دروغ گفتن یک تهمتی رو بستن در سر کسی هست، بالای کسی هست یا به ضرر کسی هست، خب به طوری جدی باشد، خب به طوری شوخی، یعنی نباید انسان هیچ وقت در هیچ حالت دروغ بگوید. یعنی دروغ انسان رو چیکار میکند؟ انسان رو بدبخت دنیا و آخرت میکند. حالا ببینید انسان های دروغگو همیشه با انگشتان اشاره میشود که این دروغگو هست. یعنی دروغگو هست چی؟ دروغگو هست معنای این رو دارد که سخنش هیچ اعتباری ندارد، مبادا به این باور نکنید، مبادا دروغ این رو باور کرده فریب نخورید. در مقاله مردم هم یا ضرب المثل مردم هم هست که میگویند که دروغگو و مرده میت هر دو برابر هم. چگونه حالی این دروغگو زنده است اونه که زیر خاک هست این هر دو برابر باشند؟ دروغ رو به این مثال آوردن به یعنی با این تو به خاطر چی؟ به خاطر که حالا مرده رو دیگر هیچ کس نمیشنود، حالا زنده رو میشنوند. اما این زنده ای که سخن دارد، سخنش به مانند همون مرده ای که دیگر هیچ کس نمیشنودش هست، یعنی هیچ قدر قیمتش نمیموند. دروغگو انسانی بی قدر بی قیمت و دروغگو انسانی چی هست؟ بی آبرو و بی حیثیت و بی شخصیت هست. برای همین باید مسلمان از دروغگویی حذر کند. در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمدگی است، میگوید اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به. وقتی یک مسلمان یک مؤمنه اصلا باید دروغ نگوید. ولی دروغ گفت چی؟ اون ملائکه رحمت که همیشه برای اون خیر و دعا و برکت و احسان و نیکی ها این بنده رو می نویسند، اون فرسخ ها دور می رود. چرا دور می رود؟ از بدبویی همین دروغ. حتی بعضی از دوستای پروردگار
بوی دروغ رو حس میکردند یا حس میکنند. یعنی بوی بدی همین دروغ رو حس میکنند. یعنی دروغ بوی بد دارد و صاحبش رو به ابرو میکنند و رزق و روزی و حیات و زندگی دروغو رو به ابرو میکند. حالا در برابر این ببینید همین هایی که حالا دروغ میگن یا میدزدند، همین دروغو هم دزد هست. یعنی دروغو با دزد چی ربطی داره؟ حالا اون دزد میدزدند اشیایی رو، چیزی رو، و این دروغو میخواهد با همین سخنش فکری تو رو بدزده. یعنی حق رو باطل نشان بده یا یک نفری یک انسانی خوبی رو در نزد شما بد نشان بدهد. پس نتیجه اش چی؟ یک چیزی گران، یک دوستی قیمت بهای شما رو با این دروغ و تهمتش یا غیبتش از شما دور میکند. حالا انسان اگر پای افضلش گم کند یا 1000 تومان گم کند، 10,000 تومان گم کند، چندان ارزشی ندارد. خدای نکرده اگر یک انسانی که شما همکاری دارید، اعتماد دارید و انسان هم انسانی خیلی واقعا هم یعنی انسانی خوبی هست، چی در همکاری باشد چی در دوستی باشد، خیلی دوستی خوبی هست که همیشه در فکری خیر و برکت شما هست. حالا دروغگوی میاد اون رو یا غیبت میکند، تهمت میزند یا اینکه دروغ میگوید. حالا این شخصیت قیمت گرانبهایی که خیلی دوستی عزیز و واقعا هم یک دوستی خیلی مهربان و واقعی هم هست که به خاطر خدا شما همکاری و دوستی دارید، این رو از شما میدزدد. تمام. یعنی با چند جمله ساخته و گفته و تافته‌اش. خب دیگر از اون دزد این بدتر است دیگر. حالا دزد رو بگوییم که میدزدد یک چیزی رو، اگر همون دزد ندزدد صبح که خیز بگه پروردگار رو یک رزق حلال با برکت عطایم فرمو، همین روزم رو با برکت، سعی و تلاشم رو در همین روز با برکت و رزق حلالی با برکت عطا، حلال و پاک و پاکیزه و با برکت عطایم فرمو و سعی و تلاش کنه. همون چیزی رو که میدزدد ممکن 10 برابر یا 100 برابر زیاد از حجم اون و از برکت اون یک چیزی با برکت پروردگار برایش عطا کنه. لیکن یا شب یا صبح میخیزد نقشه دزدی رو میکشد که کجا بروم، کدام مسجد بروم، چگونه چیزی یا کدام مرکز تجارتی بروم چیزی رو بدزدم. در نتیجه چی؟ خب میدزدم. شما دزدی رو دیدید که زندگیش با برکت و از عمر زندگی و رزق و روزی و فرزندان و اهل و خانوادهش برکت دیده باشه، همیشه زیر غضب پروردگار است و همیشه حریص و سرسون و سرگردان است و دزد شخصی هست که همیشه در ترس و وهم است که مبود و کدام اشیای دزدیده هم کشف شود که دستگیر شوم، همیشه در تشویش است. ولی از اونی که میرود میدزدد، اگر تکیه و توکل و امید به پروردگار کند، بعد بگوید که پروردگار رو به من رزق حلالی با برکتی و سعی و تلاش کند، هم اون رزق با برکت میاد، هم حلال میاد، هم برای سعی و تلاش و مهنت و زحمتش پروردگار اجرش میدهد. چرا که طلب رزق حلال عبادت است. برای رزق حلال مهنت و زحمت میکشد که این مهنت و زحمتش عبادت است و برایش اجر است و در نتیجه این مهنت و زحمتش پروردگار برایش رزق با برکت حلال پاک میدهد. حالا این دروغی که میاد دروغ میگوید، درست میگوید اگر خاطر جمع است، انسانی با شرافت است، انسانی با کرامت است، انسانی یعنی محترم هست، مکرم هست، بعد بی تشویش هست. چرا که دروغو دایم باز در تشویش هم هست که این دروغ هم کدام دروغ دیگرم رو باز آشکار نکند. برای همین مردم هم میگن دروغو شدی، ولی که دروغ باید نگو. خب که دروغو هم کشیدی، زیرک هم باش که اون دروغ پیش گفتگیت رو در یاد داشته باش که باز با این دروغت اون دروغهایت آشکار نشود، یا اینکه به آبرو به شرف، حالا که دزد شرف هم ندارد، برکت ندارد، یا دروغو برکت ندارد، شرافت ندارد. دروغ در 3 حالت برای مسلمان اجازت است. یکی برای چی؟ حالا دروغ حرام، یعنی در عموم دروغ همه دروغ حرام است.
لیکن به طور استثناء مخصوص در مسئله های مخصوص، یعنی شریعت اسلامی درور اجازت دادگی است برای عامه مردم، نه برای شخصیت های مخصوص. بین زن شوهر قلب است، می شود دوست داشته است، می شود دوست نداشته است. هرگز نگو دوست ندارم، چی زن باشد چی شوهر، هیچ وقت باید نگوید که دوست نمیدارم. مرکز اسلامی رئیست فتوا دارد روزی نیست 10-15 یعنی اویلهای دعوایی طلاق شده، نمیدونم که به عدد و به شمار طلاق ها میآیند دعوا، یعنی اشکال میشود که خب دیگر طرف شوهر میگه که من دوستت نمیدارم، تمام دوستت نداشتم، بدت میبینم. شوهر گفتی که بد میبینم، بعد بلا در سرت میآید، با تمام توانش زیان ضررش رو میرسونه. یا اینکه زنت دوست نداشتم گفتی، همه خیانت میکنند. وقتی زن گفتی که دوستت نمیدارم بزیبی، همه این خیانت انتظار شد. و خاطر که حالا که خیانتت نکند، وفادار باشد، خانه و در و اشیا و آبرو و شأن و شرف و زندگی و فرزندانت رو با دست دندانش مستحکم بگیرد، دوستت میدارم، تمام. بین زن شوهر فقط در مسئله مهر خدا و رسول خدا اجازت دادگی است، صاحب شریعت. دیگر مسئله نی، فقط در مسئله مهر. این یک. حالا بین دو قهری آشتی در آوردن، حالا زن شوهر قهری است، اکا و دودر قهری است، همسایه قهری است، همکار قهری است، هر کسی که باشد قهری هستند. حالا که مسلمان باید از 3 روز زیاد یعنی دوری نجوید، معامله معمولیش رو دوام بدهد است. قهری عموما باید نکند مسلمان از 3 روز زیاد. اون حدیث متفق علیه که میگه 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله او ظل عرشه، یعنی اون روزی که هیچ سایه هیچ شفاعتی وجود ندارد در روز قیامت مگر سایه عرش پروردگار که 7 گروه رو در اونجا جا میدهد. یعنی دوست داشتن به خاطر خدا و دور شدن به خاطر خدا. این هم باید که در اگه انسان هایی که در زندگی همه دوستیشون به خاطر خدا هست یا دور بدن از نفری به خاطر خدا هست، پروردگار همین خصلتی مسلمانی اصیلی یعنی شرفمندانه این بندهش رو قدر میکند، زیر سایه رحمتش، زیر سایه عرشش و زیر سایه رحمتش قرار میدهد در اون روزی سختی، در روز قیامت. به خاطر خدا باید که بین دو قهری آشتی در آوردن. حالا در اینجا دروغ گفتن اجازت است که برای بگوید که فلانی واقعا هم همسایه است یا همکار است یا که هر کسی باشد، شما احترام دارد. یعنی سخنای نیک گفت، ما شنیدیم که بسیار نسبت شما احترامی دارد، میگوید که ما خیلی دوستی خوب داشتیم، آدمگریش، فضل و مرحمتش خیلی نسبت ما خیلی زیاد است. خب دیگر یک دیگر نفهمیمون شد. حالا دروغ است، 100 دشنام 100 حقارت میکند، لیکن این 100 دشنام این 100 تحقیر گفتگیش نمیگوید، میگوید که اون نسبت شما یعنی چی هست، احترام دارد، نسبت شما احترام قائل است، از نیکی‌های شما، از شخصیت شما، از آبروی شما، از عزت شما، از شرافت شما همیشه سخن میگوید یا دیگر. حالا دروغ است، در اینجا درست است، حلال است، حتی ثواب است. و خاطر آشتی در آوردن دو طرفی مقابل یا دو طرفی قهری. اما در دیگر حالت ها دروغ گفتن یعنی حرام است، دروغ اجازت نیست. برای چی؟ به خاطر که دروغ رزق رو به برکت میکند، دروغ عمر رو به برکت میکند، دروغ حتی فرزندان رو به برکت میکند. حالا بسیار فکر میکنن که حالا که هر چی گفتم هر چی کردم خب دیگه میرود میشود. نه، چنین نیست. هر سخنی، هر قدمی تأثیر دارد و پیامد دارد. هیچ سخنی و هیچ قدمی و هیچ عملی و هیچ رفتاری به پیامد نیست، حتمی پیامدی دارد. هر کاری که انجام دادی پیامد این رو انتظار باش. برای همین میگویند نیکی ها کردی، عملهای صالح انجام دادی، راست قول و با شرافت و با کرامت و با عزت بودی. با شرافت و با کرامت و با عزت بودن در راست گفتن و راستگویی هست. این همه بودی، همین خصلت‌های نیکت برایت عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت می شود.
خدای نکرده حالا دروغ و تهمت و بهتان و غیبت و دیگر کردی چی؟ هیچ روی گریز از اون نیست که میوید بالای سرت میوید.